با سلام و درود خدمت شما زبان آموزان گرامی. به قسمت بعدی میرسیم، یادگیری 30,000 لغت کاربردی زبان آلمانی از طریق ریشه کلمات به لغت های، یعنی به ریشه های برایت تلفظش دقت کنیم، برایت و بغایت میرسیم که این ریشه ها به دو معنی پهن کردن یا پهن شدن، گسترده شدن و یا آماده شدن معنی میده. حالا بریم توی مثال ها ببینیم. بغایتن معنای غیر رفلکسیوش میشه گسترش دادن، پهن کردن، و هر جا که صحبت از رفلکسیو میشه معنای شدن میاد توی فارسی. زیش بغایتن میشه پخش شدن یا پوشاندن، یعنی پوشیده شدن مهی و یا تاریکی. Die Schneiderin breitet den Stoff auf dem Tisch. خانم خیاط پارچه رو، شتوف رو روی میز پهن میکنه. Die Schneiderin breitet den Stoff auf dem Tisch. Die Dunkelheit breitet sich über die Stadt. تاریکی شهر رو میپوشونه، یعنی تاریکی خودش رو بر روی شهر پهن میکنه، منظور اینه. دی برایتونگ پخش، گسترش. این معنا خیلی کمتر استفاده میشه چون ausbreitung استفاده میکنیم. دی برایتونگ. Die Bereitung der neuen Technologie hat viele Branchen beeinflusst. گسترش فناوری جدید بسیاری از حوزه ها یا صنایع رو تحت تاثیر قرار داده است، beeinflussen کرده. Die Bereitung der neuen Technologie hat viele Branchen beeinflusst. Die Bereitung der Information war erstaunlich schnell. گسترش اطلاعات به طرز شگفت‌آوری، یعنی erstaunlich میشه به طرز شگفت‌آوری، سریع بود. Die Bereitung der Information war erstaunlich schnell. ausbreiten میشه گسترش دادن، پهن کردن. رفلکسیوش که بیاد معنی شدن میده. زیش ausbreiten میشه پخش شدن، دامنه داشتن. Die Vögel breiten ihre Flügel aus und fliegen davon. پرندگان بالهای خود رو، یعنی گسترده میکنن، باز میکنن منظور، و davon و با اونها پرواز میکنن. Die Vögel breiten ihre Flügel aus und fliegen davon. Die Ausbreitung میشه پخش، گسترش. Die Ausbreitung der Pandemie war in den letzten Monaten besorgniserregend. خب اسمش هستش، میشه گسترش پاندمی، یعنی گسترش همون همهگیری، در ماه‌های اخیر نگران کننده بوده، موجب نگرانی بوده. ارگند میشه فعلش رو داریم، یعنی باعث چیزی شدن. ارگند یعنی میشه محرک، یعنی محرک بوده یا باعث چی بوده؟ بزرگنیس بوده، نگرانی بوده. Die Ausbreitung der Pandemie war in den letzten Monaten besorgniserregend. Verbreiten داریم. Verbreiten میشه پخش کردن، انتشار دادن. رفلکسیوش میشه پخش شدن، منتشر شدن. دقت بکنیم این انتشار یا پخش چیزی در یک منطقه یا در میان مردم رو میگیم زیش verbreiten. چرا؟ چون یک فعل مشابه داره، اونو بعدا میخونیم. Das Virus verbreitete sich schnell in der Stadt. ویروس به سرعت در شهر پخش شد. Das Virus verbreitete sich schnell in der Stadt. اسمش هم داریم، دی Verbreitung، پخش، انتشار، شیوع، اشاعه، رواج چیزی در یک منطقه یا در میان مردم. دی Verbreitung. Die Verbreitung des neuen Buches war international erfolgreich. انتشار کتاب جدید از نظر بین المللی، یعنی به طور بین المللی، موفقیت آمیز بود. Die Verbreitung des neuen Buches war international erfolgreich. یه مثال دیگه. Die Verbreitung von Informationen ist heute schneller als zuvor. انتشارات اطلاعات
امروزه سریعتر از قبل هست. هویته رو امروزه معنی میکنیم. نکته‌ای که تو اینجا وجود داره از نظر گرامری، ما توی اگر مفرد بود کلمه دوم ما از تغییر آرتیکل در حالت گنتیو استفاده میکنیم، ولی در حالت جمع ما از فون استفاده میکنیم، حالت گنتیوی، و این هم معنی کسره میده تو فارسی. Die Verbreitung von Informationen ist heute schneller als zuvor. صفتش هم داریم verbreitet. verbreitet یعنی شایع، رایج، متداول، پرتیراژ، کثیرالانتشار. verbreitet. Das Internet ist weltweit verbreitet. اینترنت در سراسر جهان پخش شده است، یعنی گسترده شده است، گسترش یافته. Das Internet ist weltweit verbreitet. Diese Meinung ist in der Gesellschaft weit verbreitet. یعنی میگه این نظر به طور گسترده‌ای توی جامعه پخش شده، رایج شده. Diese Meinung ist in der Gesellschaft weit verbreitet. گفتم که verbreiten داشتیم یعنی پخش شدن چیزی در یک منطقه یا در میان مردم. حالا verbreitern هم داریم. نکنیم verbreitern یه دونه ر اضافه داره. verbreitern یعنی پهن‌تر کردن، عریض‌تر کردن. رفلکسیوش هم معنای شدن داره، میشه پهن‌تر شدن، عریض‌تر شدن از نظر فیزیکی، یعنی از عرض. Wir müssen die Straße verbreitern um mehr Platz für Autos zu schaffen. ما باید جاده رو عریض‌تر کنیم تا فضای بیشتری برای ماشین‌ها ایجاد بشه، یا فضای بیشتری برای ماشین‌ها ایجاد کنیم. اینجوری هم میتونیم ترجمه کنیم. Wir müssen die Straße verbreitern um mehr Platz für Autos zu schaffen. Das Unternehmen will seine Produktpalette verbreitern. شرکت میخواهد دامنه محصولاتش رو گسترش بده. پس گسترش دادن هم یعنی عریض‌تر کنه اون دامنه محصولاتش رو. Das Unternehmen will seine Produktpalette verbreitern. اسمش هم داریم die Verbreiterung. die Verbreiterung هم مانند فعلش میشه عریض‌تر کردن، گسترش دادن چیزی از نظر فیزیکی، یعنی از نظر عرض. Die Verbreiterung der Straße hat den Verkehr verbessert. عریض‌تر کردن جاده عبور و مرور را بهتر کرد، verbessert کرد، بهبود بخشید. Die Verbreiterung der Straße hat den Verkehr verbessert. به لغت بعدی میرسیم. überbereit ادجکتیو هست، یعنی بیش از حد عریض، بسیار پهن. با این لغت حواسمون باشه که فعلی نداریم ولی یه اسم مشابه داریم. überbereit بیش از حد عریض، بسیار پهن. Das Sofa ist überbereit und passt nicht durch die Tür. میگه این کاناپه بیش از حد پهنه و از در رد نمیشه. نکنین durch معنی از بینه داره، یعنی میگه از بین در که بخواد رد بشه پسن نیست، جور نیستش از بین در. Das Sofa ist überbereit und passt nicht durch die Tür. اسمش هم داریم که مشابه خودشه. die überbreite فقط یه ا اضافه میگیره، یعنی بیش از حد پهن، پهن‌تر از حد معمول هم معنا میده. die überbreite. Der LKW hatte eine Überbreite, was zusätzliche Genehmigungen erforderte. کامیون ارزی بیشتر از حد معمول داشت. چیزی که مستلزم مجوزهای اضافی بود، یعنی چیزی که مجوزهای اضافی رو میطلبید، یعنی نیاز داشت. Der LKW hatte eine Überbreite, was zusätzliche Genehmigungen erforderte. unterbreiten یعنی ارائه کردن، یعنی توی یه طرحی رو انگار پخش میکنی، میخوای به دیگران بدی، این معنا رو میده. ارائه کردن پیشنهاد یا طرحی به دیگران. توجه کنیم که این لغت دیگه اسمم شبیه خودش نداره و همینطور صفت هم نداره، ولی فقط فعلش هستش. unterbreiten. Der Ingenieur unterbreitete dem Vorstand einen neuen Plan zur Kostensenkung. مهندس یک طرح جدید رو برای کاهش هزینه ها یا جهت کاهش هزینه ها، zu Kostensenkung،
به کی ارائه کرد؟ به شخص داتیو. dem Vorstand به هیئت مدیره ارائه کرد. Den Ingenieur unterbreitete dem Vorstand einen neuen Plan zur Kostensenkung. حالا برایتن داشتیم، حالا برایتن داریم. نکنیم برایتن. برایتن دیگه معناش با پخش کردن فرق میکنه. معناش میشه فراهم آوردن، تهیه کردن یا آماده کردن، ایجاد کردن یا موجب یا باعث چیزی شدن. یعنی چی؟ یعنی موجب دردسر کسی شدن، خوشحالی یا غم و غصه کسی شدن، یا باعث ایجاد احساس خاصی در کسی شدن. بغایتن خیلی کاربرد داره. Die Überraschung bereitete ihm große Freude. میگه این غافلگیری موجب خوشحالی اون شخص داتیو شد. و مذکر در حالت داتیو. اینجا فرویده رو bereiten کرده. Die Überraschung bereitete ihm große Freude. این غافلگیری موجب یا باعث خوشحالی زیادی در او مذکر شد یا برای او مذکر شد. Die Überraschung bereitete ihm große Freude. حالا ناراحتی یا دردسر هم میتونه بشه. Die ständige Verspätung bereitete ihr viel Ärger. تأخیرهای مداوم باعث دردسرهای زیادی برای او مؤنث شد. Die ständige Verspätung bereitete ihr viel Ärger. تأخیرهای مداوم باعث دردسرهای زیادی برای او مؤنث شد. اسمش هم داریم. Die Bereitung. Die به دقت کنیم معنی آماده تهیه اینا میده. Die Bereitung میشه تدارکات، آمادگی، تهیه یا آماده سازی چیزی. Die Bereitung. Die Bereitung des Abendessens nahm eine Stunde in Anspruch. آماده کردن شام 1 ساعت طول کشید، 1 ساعت زمان برد. این انشپروخ nehmen معمولاً به طور کلی راجع به زمانه، یعنی وقت بردن، زمان بردن رو سایت این انشپروخ nehmen یعنی زمان بردن. Die Bereitung des Abendessens nahm eine Stunde in Anspruch. آماده کردن شام یا تهیه شام 1 ساعت زمان برد یا 1 ساعت طول کشید. Die sorgfältige Bereitung der Präsentation ist entscheidend für ihren Erfolg. آماده سازی دقیق پرزنتیشن یا همون ارائه شفاهی برای موفقیتش حیاتیه. برای موفقیت کی؟ برای موفقیت پرزنتیشن. الان شاید این مثال پیش بیاد چرا ما زاین استفاده نکردیم، چون پرزنتیشن آرتیکلش دی هست، پس ضمیر ملکیش هم ایه استفاده میشه. ضمیر ملکی او مؤنث حساب میشه دیگه. این اسممون در اصل آرتیکلش مؤنثه، پس ضمیر ملکیش هم مؤنث استفاده میشه. Die sorgfältige Bereitung der Präsentation ist entscheidend für ihren Erfolg. Für die Bereitung des Medikaments sind genaue Messungen erforderlich. erforderlich sein یعنی ضروری بودن، لازم بودن. میگه برای تهیه دارو، برای درست کردن یک دارو اندازه‌گیری های دقیقی لازم هست. Für die Bereitung des Medikaments sind genaue Messungen erforderlich. یه مثال دیگه. Die Bereitung des Tees ist eine entspannende Tätigkeit. آماده کردن چای یک فعالیت آرامش بخشی هست. Die Bereitung des Tees ist eine entspannende Tätigkeit. vorbereiten میشه آماده کردن. حالا بازیش میاد. sich vorbereiten میشه آماده شدن. Sie bereitet das Essen für die Party vor. او غذا رو برای مهمونی آماده می کند. Sie bereitet das Essen für die Party vor. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. من خودم رو برای امتحان آماده می کنم. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. من خودم رو برای امتحان آماده می کنم. دقت کنیم اینجا برای امتحان ما حرف اضافه auf رو استفاده می کنیم. ولی اگر برای چیز دیگه ای بود، مثلا برای مهمونی، حرف اضافه für رو استفاده می کنیم. Ich bereite mich auf die Prüfung vor.
اسمش هم داریم دی vorbereitung. دوباره کلا bereit معنی آمادگی، آماده داره، تهیه داره. دی vorbereitung آمادگی، تهیه، تدارک. Die Vorbereitung für die Konferenz dauerte mehrere Wochen. آمادگی برای کنفرانس چندین هفته طول کشید. Die Vorbereitung für die Konferenz dauerte mehrere Wochen. به حرف اضافه auf میرسیم. aufbereiten. aufbereiten یعنی آماده سازی کردن، فراوری کردن، پالایش کردن، تسویه یا ویرایش کردن، که معمولا به صورت خیلی از این افعال به صورت پسیو پارتیسیپ پرفکت فعله به اضافه وردن استفاده میشه. یعنی aufbereitet werden یعنی آماده شدن، پالایش شدن. Das Wasser muss aufbereitet werden bevor wir es trinken. آب بایستی تصفیه شود، پالایش شود قبل از اینکه بفوا فعل رو میبره آخر، نبذات میکنه، قبل از اینکه ما اون رو بخوریم. توی این جمله پسیو با مودال ورب اومده. مودال ورب رو صرف میکنیم، پارتیسیپ پرفکت فعل ما قبل آخر قرار میگیره و به اضافه وردن میشه. این فرمولش. Das Wasser muss aufbereitet werden bevor wir es trinken. Wir müssen die Daten aufbereiten, bevor wir sie analysieren. حالا aufbereiten گفتیم تصفیه، پالایش اینا کردن. دو تا فعل دیگه هم میتونیم واسش استفاده کنیم. یکی فیلتریغن هستش، یکی هم فیلترن هستش، یعنی تصفیه کردن به وسیله فیلتر، یا اینکه از صافی گذراندن، مثلا حذف ذرات آلاینده ها. اینا حالا بعدها میخونیم توی لغات مشابه خودش فیلتر رو. حالا به یک صفت میرسیم. صفت چی؟ برایت. برایت یعنی چی؟ نکنیم فقط یه دونه به میچسبه دیگه برایت نمیگیم، چون برایت هم داریم. برایت میشه پهن، گسترده. برای مثال der Fluss ist sehr breit. این رودخونه خیلی پهنه. der Fluss ist sehr breit. این رودخونه خیلی پهنه. اما صفت bereit هم داریم، آماده، حاضر. Ich bin bereit dir zu helfen. من آمادم که به تو کمک کنم. ما توی بحث اینفینیتیو پلوس سو که کجا ما باید سو پلوس اینفینیتیو بیاریم، توی کتاب‌های آلمانی مثل آب خوردن میتونید اینها رو کاملا تمام مواردش رو به سادگی یاد بگیرید. مثلا جایی که صفت به اضافه فعل زاین میاد، ما میتونیم بعد از کما سو پلوس اینفینیتیو استفاده کنیم. یکی از کارکردشه. Ich bin bereit dir zu helfen. من آمادم که به تو کمک کنم. Die Maschinen sind bereit für den Einsatz. این ماشینالات برای استفاده یا به کارگیری آماده هستند. Einsatz معنی عملیات هم میده، یعنی برای اون عملیات آمادن. Die Maschinen sind bereit für den Einsatz. Er war nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. دوباره bereit sein اومده و به بعد از کما سو پلوس اینفینیتیو میاریم. Er war nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. او آماده نبود که این مسئولیت رو بر عهده بگیره. ترجمه دست خودمونه. میتونیم بگیم او برای بر عهده گرفتن این مسئولیت آماده نبود. اینجوری هم میتونیم بگیم. Er war nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. sich bereit machen یعنی خود را برای چیزی آماده کردن. نگاه کنیم bereit داریم، دقت بکنیم. ما sich bereit machen هم داریم، اما این sich bereit machen هستش، خود را برای چیزی آماده کردن. Ich mache mich bereit für das Meeting. من دارم خودم رو برای جلسه آماده میکنم. Ich mache mich bereit für das Meeting. من دارم خودم رو برای جلسه آماده میکنم. Die Lehrer machen die Prüfungen für die Schüler bereit. معلمان امتحانات رو برای دانش آموزان آماده می کنند. Die Lehrer machen die Prüfungen für die Schüler bereit. معلمان امتحانات رو برای دانش آموزان آماده می کنند. به لغت مشابهش می رسیم. bereit machen یعنی پهن‌تر کردن، گسترده کردن. اگه رفلکسیوش بود sich bereit machen یعنی خود را ولو کردن. Ich machte mich auf das Sofa bereit. من خودم رو روی کاناپه bereit کردم، یعنی پهن کردم خودم. یعنی چی؟ یعنی خودم ولو کردم.
Ich machte mich auf das Sofa bereit. Du hattest dich einfach auf der Couch bereit gemacht und nichts getan. تو فقط خودت رو روی کاناپه ولو کرده بودی و هیچ کاری نمی کردی. Du hattest dich einfach auf der Couch bereit gemacht und nichts getan. یه لغت مشابه دیگه داریم که قید هست، ادورب هست، bereits. bereits رو نباید اشتباه بگیریم، این هیچ پسوندی چیزی نمیگیره اگه به عنوان صفت هم بیاد، چون به عنوان صفت نمیاد، یعنی این قید هستش. معنی چی میده؟ قبلا از قبل. bereits پس قبلا از قبل. دقت بکنیم این ا که هستش، bereits به معنی پهن داشتیم، اما اینجا یه اسم میگیره. bereits یعنی قبلا از قبل قید هست. Ich habe das Buch bereits gelesen. من این کتاب قبلا خوندم یا این کتاب از قبل خوندم، هر دوتاش معنی میده. Sind Sie bereits fertig؟ آیا شما از قبل آماده اید؟ یعنی آیا شما قبلا اون موضوع رو تموم کردید، آماده کردید؟ میتونه معناهای ذهنی زیادی داشته باشه با توجه به موقعیت. Sind Sie bereits fertig؟ Der Bericht ist bereits fertig. این گزارش از قبل آماده شده است. یعنی این گزارش آماده است. آماده کردمش. Der Bericht ist bereits fertig. Haben Sie das Formular bereits ausgefüllt؟ آیا شما این فرم رو از قبل پر کردین؟ Haben Sie das Formular bereits ausgefüllt؟ آیا شما این فرم رو از قبل پر کردید؟ Sie bringt bereits umfangreiche Erfahrung in das Projekt ein. einbringen یعنی وارد جایی کردن، با خودش یه چیزی رو همراه میاره. یعنی چی؟ یعنی شما یه تجربه کسب کردید، 10 سال یه جایی کار کردید، حالا میاد یه جای جدید کار کنید و میگه من bereits این تجربیات رو دارم، یعنی از قبل تجربیاتی در این زمینه دارم. Sie bringt bereits umfangreiche Erfahrung in das Projekt ein. او از قبل تجربه گسترده رو به این پروژه میاره، یعنی همراه خودش یه تجربه کسب کرده و حالا اومده تو کار جدید داره همراه خودش میاره. Sie bringt bereits umfangreiche Erfahrung in das Projekt ein. اسم die Breite، دقت کنیم، die Breite یعنی میشه عرض پهنا. پس اگر بین ب و ر نبود یعنی معنی عرض و پهنا میده، اگر بود معنی چی میده؟ معنی آماده، تهیه، تدارک میده. Die Breite عرض پهنا. Die Breite des Tisches beträgt 2 Meter. عرض یا پهنای این میز بالغ بر 2 متره، یعنی 2 متر هست. betragen بالغ بر چیزی بودن، تو حالت حال آ تبدیل به آملات میشه تو دوم شخص و سوم شخص مفرد. Die Breite des Tisches beträgt 2 Meter. عرض یا پهنای میز بالغ بر 2 متر. Der Breitgrad. Der Breitgrad یعنی عرض جغرافیایی، grad میشه درجه. Der Ort liegt auf dem 15. Breitengrad. این رو دقت کنیم، ان میاد توی اینجا. این مکان در عرض جغرافی 50 درجه قرار داره. فقط همینطور یاد بگیریم، اگه شنیدیم بدونیم چی دارم میگم تو حالا یه برنامه جایی. Der Ort liegt auf dem 15. Breitengrad. Breitschlagen میشه با ضربه پهن کردن. Breitschlagen. Der Schmied breitschlug das Metall mit einem Hammer. آهنگر فلز رو با یک چکش پهن کرد. منظور چیه؟ با شلوگ یعنی با ضربه پهنش کرده. با شلاگن. Der Schmied breitschlug das Metall mit einem Hammer. آهنگر فلز رو با یک چکش پهن کرد. Der Schmied breitschlug das Metall mit einem Hammer. breitschlagen رو که خوندیم، حالا sich breitschlagen lassen یعنی انگار یک کسی با ضربه تو رو پهنت میکنه. یعنی چی؟ حالا بهت میقبولونه، یعنی متقاعدت میکنه، راضیت میکنه. sich breitschlagen lassen. Ich wollte eigentlich nicht mitkommen, aber ich habe mich von ihr breitschlagen lassen. در واقع من نمیخواستم همراه بشم یا بیام، اما توسط او متقاعد شدم، اما او من رو راضی کرد. Ich wollte eigentlich nicht mitkommen, aber ich habe mich von ihr breitschlagen lassen. اما من متقاعد شدم، او من رو راضی کرد.
Nach langem Zögern ließ er sich doch bereitschlagen, an der Party teilzunehmen. پس از تعلل zögern یا لفت دادن، پس از تعلل یا لفت دادن طولانی او بالاخره راضی شد توی مهمونی شرکت کنه. Nach langem Zögern ließ er sich doch bereitschlagen, an der Party teilzunehmen. Das Breitbild میشه تصویر عریض، یعنی همون وایت سکرین. Das Breitbild. Der Film wurde im Breitbildformat gezeigt. gezeigt werden یعنی در حالت پسیو هست، یعنی نشان داده شدن. میگه این فیلم در قالب یا در فرمت تصویر عریضی به نمایش در اومد، نمایش داده شد. Der Film wurde im Breitbildformat gezeigt. Das Breitband میشه پهنای باند، پهنای باند اینترنت. Das Breitband. Das Breitband Internet ist hier sehr schnell. پهنای باند اینترنت در اینجا خیلی سریعه، خیلی مثلا گسترده است، زیاده، سرعت بالاست. Das Breitband Internet ist hier sehr schnell. Die Breitseite. Breitseite میشه بخش پهن یک شی، یعنی عرض شی مد نظرشه. مثلا پهلوی کشتی، وقتی کشتی به یه جایی مثلا از عرض به یه جایی برخورد میکنه، اونجا این لغت استفاده میشه. مثلا die Breitseite des Schiffes traf den Felsen. میگه قسمت عریض کشتی یا همون پهلوی کشتی به صخره برخورد کرد، تقفن کرد. Die Breitseite des Schiffes traf den Felsen. قسمت عریض کشتی به صخره برخورد کرد. Der Breitkopf میشه سرپهن. حالا کاربردش بیشتر تو زمینه‌های علمیه. حالا مثلا میخم میتونیم بگیم سرپهن. Der Breitkopf des Hammers sorgt für eine bessere Kraftverteilung. سر پهن چکش باعث توزیع بهتر نیرو میشه. Der Breitkopf des Hammers sorgt für eine bessere Kraftverteilung. سر پهن چکش باعث توزیع Verteilung میشه، توزیع یا پخش، bessere Kraft بهتر نیرو میشه. Der Breitkopf des Hammers sorgt für eine bessere Kraftverteilung. Der Breitkopfhai ist eine seltene Haiart. کوسه های میشه کوسه، کوسه سرپهن یک نوع نادری از کوسه هستش. در Breitkopf های رو بهش Breitkopf هاماهای هم میگن، یعنی همون کوسه هایی که سرشون این چکشه. Der Breitkopf Hammerhai ist eine seltene Haiart. کوسه سرپهن گونه نادری از کوسه هاست. Breitfuß هم داریم، پاپهن. Der Breitfuß. اینا کم کار برده، بعضیش اصلا شاید به کار آدم نیاد، ولی ما میخوایم زبان رو خوب یاد بگیریم، پس کاری نداره، اینا همه شبیه همه، بس بهتر یاد بگیریم. Diese Schuhe sind speziell für Menschen mit Breitfüßen gemacht. این کفش ها ساخته شده اند برای کی؟ به طور به خصوص، یعنی مخصوص برای چی؟ برای انسان های با پای پهن. Diese Schuhe sind speziell für Menschen mit Breitfüßen gemacht. این کفش ها مخصوص افرادی با پای پهن ساخته شدن یا درست شدن. این قسمت از یادگیری 30,000 لغت کاربردی آلمانی با متد ریشه های مشابه هم به پایان رسید. امیدوارم که پیج آلمانی مثل آب خوردن رو حمایت کنید و تا من بتونم این کارها رو که پیج خودتون هست البته، بتونم اینا رو ادامه بدم تا بتونیم لغت‌های بیشتری با هم دیگه یاد بگیریم. موفق باشیم همگی تا جلسه بعدی، تا قسمت بعدی.